شروع از سنه 8 اپریل در جمهوری وضعی هوا نااستوار می شود. در حدود ولایت سوخت هوای ابرناک و بارشات باران در نظر است. همچنین در بلندی 800 متر بارشی باران و برف به قید گرفته شده است. در این باره سرداری مرکزی آب و هوا سنجی ولایت عبدولی حامدوف طریق زنگ تلفنی به ما چنین گفت: سال 2020 در ولایت سوخت هوای قسمان ابرناک در بعضی ناحیه‌ها بعضی حالت‌ها باران باریده 8 اپریل در بعضی ناحیه‌ها با شدت می‌بارد. 8 اپریل در ناحیه‌های علاهیده رعد و برق به عمل می‌آید. 9 اپریل در بعضی ناحیه‌ها بارشات در بلندی زیاده از 800 متر باران برف به عمل می‌آید. تنها 10 اپریل هوای تغییر یابنده احتمالاً به بارش نسبتاً سست در نظر بارشات سست در نظر داشته است. در ناحیه‌های دامنکا و بلندکا تمام می‌آید. شمال از سمت غرب با سرعت 3-8 در بعضی حالت‌ها روز 10 اپریل 17-22 متر می‌وزد. روزهای 8 10 اپریل در وادی‌های ولایت پسشوی حرارت شبانه هوا در نظر داشته 1-6 درجه گرمی در نظر داشته می شود. در حدود ولایت 9 اپریل بارشات و 10 احتمالات ببارش در نظر است. در ناحیه‌های بلندکوه و دامنکوه پرآمدن تومان به قید گرفته شده است. این حالتها و پیشگویی‌های مشاهده‌های باد و هواسنجی در هر سه 2 سال تا 5 سال یک بار رخ می‌دهد. در بهار از همین لحاظ اگنسی آب و هواشناسی و مرکز آب و هواشناسی پیشنهاد می‌کند که به ناحیه‌های کوهی و ناحیه‌های دامنکا سفر کردن خطرناک است. از آن جاها می‌تواند که سنگپاره‌ها و سیلاب‌ها و در دریاهای ولایت بلندشوی آبها در نظر داشته شده است. شهزاده بوتایبه سرداری بخش کار با جامعه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرهزدنی در ولایت سوخت از آگاهینامه اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و برقیه تلفنی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرهزدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وضع هوا چنین اطلاع داد: موافق معلوماتی اگنتی آب و هواشناسی کشور و برقی تلفنی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرهزدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در جمهوری تا سنه 9 اپریل یک باره نااستوارشوی هوا پیشگویی کرده شده است. توصیه داده می شود که در روزهای ذکر گردیده در ناحیه‌های کوهی خوف آمدن سیل بیشتر می‌گردد و خوبتر می‌شد که شهروندان از سفر کردن طریق راه‌های سیل‌آسا، خطرزا، سنگفرا خودداری نمایند. تغییریابی اقلیم، دیگرگونی آب و هوا در جمهوری تاجیکستان به بلند شدن سطح آب دریاهای کشور می‌گردد. این حالت طبیعی نه تنها به دریاها همچنین به ساحه کشاورزی نیز تأثیر خود را می‌گذارد. این دیگرگونی برای حاصل میوه و سبزیجات تغییرات درآورده وادار می‌سازد که بیش از پیش کشاورزان و دهقانان به حاصل درختان دقت مخصوص دهند و خصوص هنگام گل کردن درختان و پیش از بارداری درختان بارشات و هوای نامساعد به حاصل درختان تأثیر جدی می‌رساند. سالهای آخر شما چخیل که می‌دانید من همین دیگرگونی اقلیم دیگر شده است. خصوصا اول بهار خنک‌های سخت شده است. خنک‌هایی که با تاثیری همین فضاها با تاثیر میکنند در آینده حاصل نیست کردنش ممکن است. برای همین ما توصیه میتیم که حاضر من همین سالگریم اگر 2020 سال گلکنی خیلی نقص گذشت چون که یگان بارانگری نشد یا خنکی سخت نشد. لیکن بعد باردار شدن گلها موجه و میوه ها پیدا شدن بعد بارانگری پیدرپی شد. تاجیبای بایمتوف نامزد علم‌های کشاورزی، مدیر کافدره تکنولوژی اینواسیونی و تشکیل خدمت رسانی کالج تکنیکی شهر خوجند یکچند توصیه‌ها را برای نگهداری حالت بهبودی درختان، حاصل خوب گرفتن و استفاده نوری‌های مینرالی را برای کشاورزان و دهقانان توصیه داد. اگر مینیسوای تمپراتور حرارت مینیسوای باشد اگر وای همین قوره میزدنش ممکن سیاه میکنه قوره. اگر هم تو باران پیدرپی باشد اگر این کسلی آورده میرسونه، کسلی اوج میگیرونه. برای همین ما توصیه میتیم که برای بقوت کردن رستنی ها ما باید که هر یک بیخ درخت و نکم 150 گرم 75 گرم یک طرف 75 گرم دیگر طرف نیروهای مینرالی
باید که اندازیم. دیگرگونی اقلیم سالهای آخر در تاجیکستان به خوبی مشاهده می شود. مثلا در زمستان سپری شده در ولایت سوخت بارشات برف کم گردید. از روی تحلیل های محققان جهان، ترقیات صنعت، رشد تکنولوژی و ویرانشوی فضای اتمسفر آورده رسانیده است. اینجا عاملی دست انسان است که به نظام طبیعتی سیاره تغییرات وارد کرده است. اکنون ضرور است که برای اصلاح آن تدبیرها اندیشیده شود. گزارش سومان حامد و نوریدین حکیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.